رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند از 7 گناه هلاک‌آور اجتناب کنید. گفتند ای رسول خدا آنها کدامند؟ فرمود شرک به خدا، سحر، کشتن انسان بیگناه، خوردن ربا، خوردن مال یتیم، فرار از جهاد و تهمت زنا به زنان پاکدامن و بیخبر. حدیث متفق علیه. معنی شرک رو قبلا در قسمت اول بیان کرده بودیم که غیر از الله تعالی کسی یا چیزی دیگری را معین و مددگار، رزق دهنده، حاضر و ناظر، مدبر کائنات و غیره اعتقاد کند و با همین عقیده از دنیا درگذرد. معنی سحر این است که انسان از جنها و شیطانها مدد جسته الفاظ کفرآمیز را به زبان میراند تا جنها به او مسخر شوند. جدایی در بین زن و شوهر، عداوت و دشمنی در بین دو نفر و غیره از نتایج همین سحر است که خیلی خطرناک بوده غیر از زیان و ضرر چیزی را به بار نمی آورد. انسان ساحر یعنی جادوگر به اتفاق علمای اسلام کافر است. معنی خوردن ربا سودخوری است، یعنی انسان با عهد و وثیقه 100 سامان قرض داده در برابر آن 105 سامان میگیرد. انا همان 5 سامان که میگیرد حرام و سود است که از جمله گناهان کبیره و هلاک‌آور است و در آیات و احادیث بیشمار مذمت و تنقید آن بیان شده و وعیدهای سخت وارد شده است. متاسفانه این 7 گناه هلاک‌آور در بین مسلمانان امروزه خیلی رواج یافته است که گناه بودن آن هم از هوش و حواس مردم مسلمان ما رفته است. خصوصاً به زنا تهمت کردن زنان پاکدامن که خیلی در بین مسلمانان ما رواج یافته است. همین که زن حجاب داری را بینند میگویند که اینها همه فاحشه هستند، اینها فلان و فلان هستند. به یگان دلیل و حجت زن پاکدامن را به زنا تهمت میکنند. برادر و خواهر عزیز، این سخنان گوهربار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را با جان و دل بشنوید و از این 7 گناه هلاک‌آور بپرهیزید.